تهدید بی‌سابقه ترامپ علیه ایران. دستور استقرار بمب‌افکن‌های مخوف آمریکایی در اقیانوس هند برای حمله به تأسیسات استراتژیک ایران توسط رئیس جمهور آمریکا صادر شد. حالا سوال اینجاست که آیا B2 قادر به انجام چنین کاری هست؟ بریم با هم ببینیم. B2 عنوان گرانترین، خطرناکترین و پنهانکارترین بمب‌افکن دنیا رو داره و آمریکایی‌ها اینگونه توصیفش می‌کنن: اگه دیدیش نترس، چون اگه هدفش تو بودی هرگز نمیدیدیش. از سال 1997 تا به امروز تنها 21 فروند ازش تولید شده که هزینه ساخت هر یک از آنها حدود 2 میلیارد دلار بوده. B2 قادر به حمله 15,000 کیلوگرم بمب اتم و صدها کیلوگرم از سایر بمب هاست. طولش 21 متره، پهنای بالهاش 52 متر و جالب اینجاست که در هر رادار به اندازه یک پرنده دیده میشه که فقط خود کشور آمریکا میتونه ردشو بزنه. این هیولا کافیه فقط به مدت 15 دقیقه از بالای یک کشور عبور کنه تا برای همیشه از روی زمین حذفش کنه. حالا شما بگید به نظرتون ایران توان مقابله با B2 رو داره؟ اگر به این سبک از موضوعات علاقه‌مندید با فکت فارسی وان همراه شوید. تهدید بی‌سابقه ترامپ علیه ایران. دستور استقرار بمب‌افکن‌های مخوف آمریکایی در اقیانوس هند برای حمله به تأسیسات استراتژیک ایران توسط رئیس جمهور آمریکا صادر شد. حالا سوال اینجاست که آیا B2 قادر به انجام چنین کاری هست؟ بریم با هم ببینیم. B2 عنوان گرانترین، خطرناکترین و پنهانکارترین بمب‌افکن دنیا رو داره و آمریکایی‌ها اینگونه توصیفش می‌کنن: اگه دیدیش نترس، چون اگه هدفش تو بودی هرگز نمیدیدیش. از سال 1997 تا به امروز تنها 21 فروند ازش تولید شده که هزینه ساخت هر یک از آنها حدود 2 میلیارد دلار بوده. B2 قادر به حمله 15,000 کیلوگرم بمب اتم و صدها کیلوگرم از سایر بمب هاست. طولش 21 متره، پهنای بالهاش 52 متر و جالب اینجاست که در هر رادار به اندازه یک پرنده دیده میشه که فقط خود کشور آمریکا میتونه ردشو بزنه. این هیولا کافیه فقط به مدت 15 دقیقه از بالای یک کشور عبور کنه تا برای همیشه از روی زمین حذفش کنه. حالا شما بگید به نظرتون ایران توان مقابله با